السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدا رحمت به همین. خیلی هم از شما ما درس گرفتیم، از الله دعا میکنیم که جزای خیرتان دهد. من پرسیدنی بودم از شما که همین نماز عصر در وقت ما قریب 4 ساعت پیش به همین پروگرام های تلفن از نماز شما از همین در 4 ساعت پیش بر وقتی بعد نمی شود می افتا خیلی بلند است. همین در همین وقت خونم یا که 1-2 ساعت پیش از نماز شام. این در کدام شهر یا کشورش گوید اگر شهرش مشکل؟ روسیه یا کارелия با روسیه طرفی کره. کارелия. بله این در بعض منطقه ها یعنی نماز عصر بر وقتتر میشه و صحابه ها هم گفتن که ما عصر همراهی رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوندیم، سپس یکی ما به سوی مزرعهش میرفت، به سوی زمینش یعنی بیرون مدینه میرفت و شمس و حیه، آفتاب زنده بود. یعنی آفتاب زنده بود به معنی آفتاب ولی در میان آسمان است، یعنی این سایه هر یک چیز یک برابری خودش وقت میشد. این مذهبی جمهور است و مذهبی صاحبین است، یعنی قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن رحمت الله علیهم از علماهای مذهب حنفی، این دو قسم همه خیلی میگفتن. یعنی عصر وقتی که سایه هر یک چیز غیر سایه اصلش یک مراتبه شود، سایه اصل چی نه یک چیزی 1 متر ماندید به آفتاب همین راست کرده ماندید، همین خودش 1 متر است، سایهش 1 متر با 1 متر دیگه غیر سایه اصلش شود اگر عصر میدرد. نه اگر 2 مراتبه شد بنابر به قول امام ابو حنیفه وقت میدرد، لیکن هر دو وقت هم وقت است، یعنی یگانتش قضایی نیست الحمدلله، لیکن یکتش سری وقت است، یکتش کمتر گذرانیده میخواند. درست است. با پروگرامتون دیتی دیگه پروگرام اسکچات کنید و اون که قیاس کنید، یا مسجدتون تقویمش اون سایت مسجد میداره تقویمش است، ببینید قیاس کنید کنی همش در یک وقت باشد خوانید. همش در یک وقت میشون میگذرن. درست. همین پرسیدنی بودم از رحمت از بین پیشین و عصر چند ساعت؟ وقتی کوتاه هست 2 ساعت 2.5 ساعت وقت کوتاه. حالی هم آخرای زمستان که هست اگرچه بهار شده است درست است، توبره میگیرد همه خیلی. از رحمت از الله دعا میکنم که خداوند میخواستم در همین دعای من شما هم شریک شویتون. دعا میکردم که خداوند در یک همسایگی مسجد برای ما خانه عطا کند که فرزندکانم 5 وقت نمازشان را در مسجد ادا کنند. همین دعا میکنم در جای ما که مسجد نیست، از بس که خانه داریم الحمدلله، نه که بسیار آرزو میکنم که در همسایگی مسجد باشد. همین هم یک دعای ما بر شریک شویتان. هزار رحمت از الله چی خواهش میکنیتون، الله همه اشمون با نصیب کند پروردگار. هزار رحمت. آمین. بله وقتی خانه میخریدگی میشتم یا خانه اجاره میگرفتگی میشتم، مسجد به نظر گرفتم برادران، قد ارزانشو چیشه به نظر نگرفتم، مسجد به نظر گرفتم با مسجدی که بسیار مناسب است برای خودتان. نمازهای پیاده رفته میبید بگذار قیمت باشد، لیکن نمازهایی که در جماعت میخونید اونا اگر پول به حساب کنید که پول این خانه تا میبرد. بنابراین کوشش کنید در منطقه هایی که مسجدهای خوب دارد، اهل علم دارد، چون که وقتی مسجد نداره یکی بهره میگیرید. برای زنها مسجد دارد درس میشد، برای کودکان در مسجدها درس دارد، همه خیلی جاهای انتخاب کنید دین همه وقت پیش بگیرید، انشاءالله دنیا تمام الله تعالی برکت